الله واسع. الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران بیت الله الحرام، مکه مکرمه و مدینه منوره در بررسی آیات مرتبط با حج در کلام الله مجید. در برنامه‌های گذشته سوره مبارکه حج رو به همراه شما عزیزان به صورت گذرا آغاز کردیم. بررسی آیات این سوره عظیم رو، سوره‌ای که نصف جزء کلام الله مجید رو به خودش اختصاص داده، جزء 17 بخش دومش، نیمه دوم جزء 17 و از سوره هایی است که در موضوع حج، همجوری که اسمش حج هست، قابل تأمل. درباره حج هر کسی که میخواد درباره حج صحبتی داشته باشه و تحقیق داشته باشه و یا میخواد بره به حج، شایسته است که حداقل سوره مبارکه حج رو که درباره حج صحبت میکنه یک مروری داشته باشه. گفتیم که در سوره مبارکه حج الله متعال وقتی که این سوره رو آغاز میکنه، برخلاف اون چیزی که شاید ما تصور میکنیم یا هر کسی وقتی که آشنا نباشه با سوره مبارکه حج بهش بگن این سوره درباره حجه و خب سوره بلند و طولانی هم از حدود 10 صفحه است و 1/60 کلام الله مجید رو به خودش اختصاص داده. اگر بگیم به نظرت با چی شروع میشه، حتما خواهد گفت خب طبیعتا یا با حج شروع میشه، احکام حج، یا با کعبه و یا با مکه و اون چیزی که ما انتظار داریم. اما آنچه که سوره مبارکه حج با اون آغاز میشه خبر از قیامته، خبر از برپایی اون روز عظیمه و خبر از دوباره برانگیخته شدن. در آیات اولیه سوره مبارکه حج در 7 آیه اول الله متعال درباره قیامت و دوباره برانگیخته شدن، پایان این دنیا و آغاز حساب کتاب دنیای دیگر، الله متعال صحبت میکنه و سخن میگه و این به ما میرسونه که ما در حج باید این خیلی پررنگ باشه، این احساس و این دید و این معنا و مفهوم. و چرا پررنگ نباشه وقتی که ما کفن میپوشیم در دوران حج، وقتی که هر مردی احرام میپوشه، کمان بیانگر و نماینده یک کفنه و یک پارچه سفید بالا و یک پارچه سفید هم پایین پوشیده میشه، پارچه‌ای که نه دوخته شده و پارچه‌ای که نه رنگی داره و نه بویی داره و غیر از این هم هیچ چیز دیگری انسان نمیپوشه. این خودش انسان رو به یاد مرگ میاندازه و گویی که انسان با پوشیدن احرام و گفتن لبیک آمادگی خودش رو برای رفتن به آخرت و برپایی روز قیامت و حساب کتاب روز قیامت اعلام میکنه. علاوه بر این که لحظه لحظه مرگ انسان رو باز یاد سختی های قیامت و سختی ها و حساب کتاب و اون حکایت های دوباره زنده شدن می اندازه. خواب و بیداری در حج هم انسان رو باز به یاد دوباره زنده شدن می اندازه. در ادامه آیات سوره مبارکه حج از آیه 8 به بعد الله متعال درباره کسانی صحبت میکنه که اینها با غرور و تکبر و با عدم توجه به وجود الله تعالی، با عدم توجه به مقدسات و شعائر الله تعالی، اینها گویی که خود رو بی نیاز میدونن از این موارد. الله متعال این عده‌ای که این گونه برخورد میکنن و تلاش دارن تا از راه الله متعال عده‌ای رو باز بدارن، اونها رو در دنیا به خواری و ذلت و در آخرت و عذابی سوزان وعده میده. کسانی که به دشمنی با حج برمیخیزن، خیلی ها هستن که میگن آقا میری حج چیکار میکنی؟ حج میخوای بری چیکار؟ و همچین تعبیراتی، کسانی که نفهمیدن معنای حج رو، مفهوم حج رو. حج یک دستوره، حج یک وظیفه است. حج الله متعال یک سوره نازل میکنه به اسم حج. در این سوره 10 صفحه درباره حج صحبت میشه. 1/60 قرآن کریم حجم آیاتش. این اگر مهم نبود، چرا الله متعال یک سوره به این بزرگی رو به اسم حج نامگذاری میکنه؟ در غیر از این سوره، حتی در سوره مبارکه بقره، در سوره مبارکه آل عمران، در آیات مختلف، در سوره های دیگر، در سوره مائده،
درباره حج صحبت میکنه، درباره احکام حج صحبت میکنه. حج یک مدرسه است، یک دانشگاهه. حج مدرسه انسانسازیه. حج وصل شدن به تاریخ دعوت و توحیده. حج امتداد راه ملائکه و انبیاء الهیه. حج وصل شدن با مرکز، حج وصل شدن با اون مبدأ اصلیه که الله متعال. حج اون چیزی که خیلی ها باش به دشمنی پرداختن چون نفهمیدن معنای حج رو، مفهوم حج رو. الله متعال این عده رو در آیه 8 و 9 و 10 کسانی که دشمنی میکنن، الان در این آیات حکایت کسانی تکرار میشه که تعاملشون با حج تعامل مناسبی نیست. یک عده‌ای که کلا با حج دشمنی میکنن، حالا به هر بهانه. حالا بعضیا میان آقا حج اینجاست، بیا داری اینو به دست بیار، داره اونو به دست بیار، نمیدونم حج اینه که شما دل مسکین و فقیر رو به دست بیاری، حج بکنی که چی بشه، حج همینجا تو خونه بغل دستی توه، حج تو کوچه پس کوچه توه. این که خدمت به فقیر، رسیدگی به فقیر و مسکین یک وظیفه شرعی است، اون به جای خودش محفوظه. خدمت به مساکین، رسیدگی به فقرا، رسیدگی به مستمندان، اون یک وظیفه شرعی است، یک وظیفه انسانی است و هر کسی که کوتاهی بکنه در این قبال اون مؤاخذه میشه. اما این به این معنا نیست که انسان، کسی که براش حج واجب شده و توانایی و استطاعتش رو داره، به این بهانه نره حج که من اونا کمک میکنم. اون یک وظیفه دیگه است، این یک وظیفه دیگه است. آیا کسی که مادر داره و همسر داره به بهانه این که من همسر دارم بعد مادرش رو کلا فراموش بکنه، یا به بهانه این که چون من مادر دارم بعد همسر رو رها بکنه؟ نه، در قبال مادر هم وظیفه داره، در قبال همسر هم وظیفه داره. این کوتاه رسیدگی به اون کوتاهی در برابر این رو توجیه نمیکنه و رسیدگی به این کوتاهی در برابر اون رو توجیه نمیکنه. این که کسی میخواد بره حج، فقرا و مساکین، تنها وظیفه این نیست. اولا وظیفه همه جامعه است. دوما واجبی هست و اولویت هایی هست که باید انجام بده شخص. دیگه دشمنی میکنن و هدفشون هم مشخصه، چون با الله تعالی مشکل دارن، چون با خدا مشکل دارن، چون با قرآن مشکل دارن، چون با کعبه مشکل دارن، این حرف ها رو میزن. یک عده‌ای که کلا دشمنی دارن و به تعبیر الله متعال ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله، در آیه 9 ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله، اینها گردنهاشون رو برمیگردونن، تمام هیکلشون رو برمیگردونن در برابر حج تا از راه الله تعالی باز دارن یک عده رو. گروه دیگری هم هستن. در آیه 11 الله متعال میفرماید و من الناس من یعبد الله علی حرف، یک عده هستن که الله تعالی رو با دودلی عبادت میکنن. فإن اصابه خیر اطمأن به، اگر وضعیت زندگی خوب بود، همه چی برابر بود، کیفش دماغش به هر حال چرب بود و گرم بود، کیفش کوک بود، نفسش از جای گرم میومد بیرون، همه چی عالی بود، چقدر خوشبخت بود، این آدم چی میشه؟ حکایتش این میشه که این آقا نمازش هم میخونه، روزش هم میگیره، عبادتش هم میکنه، خدا رو هم میپرسته. و این اصابته فتنه انقلب علی وجهه، اما اگر یک ابتلا و آزمایش سختی در زندگی بهش رسید، این برمیگرده، مسیرش رو عوض میکنه. این دیگه شروع میکنه دیگه هرچی از دهنش در اومد میکنه، نه عبادت میکنه، نه نماز میخونه، نه روزه میکنه، نعوذ بالله به الله تعالی قهر میکنه. چرا؟ چون به زعم باطل خودش فکر میکنه الله تعالی بهش اهانت کرده. خسر الدنیا والآخره، اینها دنیا و آخرت رو از دست دادن و زیان کردن. ذلک هو الخسران المبین، این همون ضرر و خسران آشکار. اینها کیا هستند؟ یدعو من دون الله ما لا یضره ولا ینفعه، اینها همون کسانی هستند که غیر الله تعالی رو میخوانند، که اون کسانی رو به فریاد میخوانند، به پیش کسانی میرن که نمیتونن ضرری رو از اینها دفع بکنن و نمیتونن نفعی رو به اینها برسونن. ذلک هو الضلال البعید، این همون آشکاریه، این همون گمراهی بسیار دور از حقه. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، اینها کسانی رو میخوانن که ضررش خیلی نزدیکتره از اون نفع غیر موجودی که اینا فکر میکنن.
لبئس المولى و لبئس العشیر، چه بد یاور و چه بد همنشینی برای خودشون انتخاب کردن. این حکایت حال مشرکه. کسانی که مشرکن، کسانی که تا زندگیشون به مشکلات میخوره، به سختی ها میخوره، میرن به سراغ اینو، میرن به سراغ اونو، میرن به سراغ این. خب ارتباط اینها با حج، گروه اول که کلا دشمنی میکنن تا مردم رو باز دارن از حج. گروه دوم، این گروه کسانی هستن که اینها رو الله متعال میفرماید با این حالت اینها تباه شدن در دنیا و آخرتش. یک عده‌ای هستن، یک عده‌ای از انسان‌ها که الله تعالی رو با دو دلی عبادت میکنن، شاید حج هم بکنن، شاید برن در مراسم هم شرکت بکنن. بودن در زمان رسول صلی الله علیه و سلم هم کسانی که مشرکین مکه، ابو جهل، ابو لهب، همون کسانی که الله تعالی اونها رو مشرک و کافر خواند، حج هم میکردن، یعنی مراسم حج خودشون رو داشتن. اونها کسانی بودن که حج میکردن، چون این مراسم حج از قبل از دعوت رسول صلی الله علیه و سلم بود، بلکه از زمان ابراهیم علیه السلام جاری و ساری بود. و حتی آنچه که در بیعت عقبه اتفاق افتاد که رسول صلی الله علیه و سلم با اهل مدینه بیعت کردن که هجرت بکنن به مدینه، این رو در مراسم حج بیعت کردن، در منی بیعت کردن. و الان هم مسجد عقبه که به محل بیعت رسول صلی الله علیه و سلم هست، با انصار مدینه در مراسم حج، دقیقاً در منی، پایان منی، بعد از ساختمان جمرات، از ساختمان جمرات که خارج میشید سمت راست، اونجا یک مسجد که کوچکی ساخته شده که از دیرباز ساخته شده، جایی است که رسول صلی الله علیه و سلم اونجا بیعت میکردن با مردم انصاری که از مدینه مسلمان نبودن، آمده بودن حج بکنن، طبق همون شعائر شرکی خودشون که داشتن، میرن برای حج. عده‌ای هستن که در حج میرن، اما اینها الله تعالی رو با دودلی عبادت میکنن. اینا فکر میکنن غیر الله تعالی، اینها غیر الله تعالی میتونه به اونها نفعی برسونه و ضرری برسونه. به تعبیر قرآن یدعو من دون الله، اینها غیر الله تعالی رو هم میخوانن، فرا میخوانن، ما لا یضره ولا ینفع، که نمیتونه ضرری به اینها برسونن و نمیتونن نفعی به اینها برسونه. کسانی رو الله تعالی میفرماید به اینها به ندا میگیرن و از اونها کمک میخواهند که نمیتونن مشکلی رو از اینها حل بکنن و نمیتونن منفعت و سودی به اینها برسونن. کسانی رو میخوانن که ضره اقرب من نفعه، ضررش نزدیکتره از اون نفع غیر موجودی که اینا فکر میکنن، از اون نفع مفقودی که اصلا نیست. هستن و بودن کسانی که میرن در کنار خانه الله تعالی یا فلان مدد و یا فلان مدد میگن، اینها حج نمیکنن، اینها دارن شرک خودشون انجام میدن، اینها دارن همون ضلالت و گمراهی خودشون رو به تصویر میکشن و قرآن هم همین رو میفهمن. لبئس المولى و لبئس العشیر، چه بد یاوری انتخاب کردن، چه بد همنشینی انتخاب کردن. الله متعال میفهمد در برابر حج یک عده اونجوری دشمنی میکنن، یک عده هم که میرن این مدلی میرن. ما دیدیم و میبینیم که بعضیا میرن در حج لبیک یا فلان میگن، جایی که همه میگن لبیک اللهم لبیک، اینا میگن لبیک یا فلان، یکی از اولیای الهی رو ذکر میکنن. این اوج ضلالت و گمراهیه که در مراسمی که باید انسان بره تا توحید یاد بگیره، تا به الله تعالی وصل بشه، تا با الله تعالی ارتباط پیدا کنه، بره اونجا لبیک یا فلان بگه، دور کعبه طواف بکنه و در کنار خانه الله، در حرم الله تعالی، دم در خانه الله تعالی که مالک الملک آسمان ها و زمینه، بره بگه یا فلان مدد، غیر الله تعالی رو به فریاد بخوانه، فلان پیغمبر رو، فلان ولی رو، فلان اولیا رو، فلان امام رو. این اوج ضلالت و بدبختیه، این اوج گمراهیه، این اوج شرکه که انسان دم در خانه الله غیر الله تعالی رو میخوانه و این نهایت بی احترامی به الله تعالی است. همچین انسانهایی اینو حج نمیکنن که خر عیسی رو گر به کعبه برن باز همان خر است. این حکایت این هاست. اولئک کالانعام بل هم اضل، اهانت میشه به حیوان اگر انسان بخواد اینها رو تنها به حیوان تشبیه بکنه. الله تعالی میفرماید اینها حیواناتی هستن بلکه گمراهتر از حیوانات. کسی که میره در کنار خانه الله متعال و اونجا میاد غیر الله تعالی رو به فریاد میخوانه، این اوج ضلالت و گمراهی است.
الله متعال این عده رو میفهمد که اینها در گمراهی بسیار آشکار و بسیار دوری از حق قرار دارند. الله متعال باز در آیات بعدی اشاره میکنه به کسانی که این گونه نیستند و سرنوشت اونها و حتی کسانی که در یهودی بودند و ستاره پرست بودند و مسیحی بودند و مجوس هستند، هر اعتقاد و باوری دارند، اگر توبه بکنن، اگر برگردن، حتی کسانی که شرک میکنن والذین اشرکوا در آیه 17 حتی کسانی که شرک میکنن اگر اینها برنگردن روز قیامت الله متعال اینها رو حساب میکنه ازش. این عده اگر توبه کردن که به نفعشون، اما اگر توبه نکردن الله متعال میفهمد که ان الله علی کل شیء شهید، الله تعالی بر هر چیز شاهده. و الله متعال در آیه 18 که آیه سجده است و در سوره مبارکه حج ما 2 تا آیه سجده داریم، یکی نه یکی در پایان سوره. بفهمند علم ترى، آیا اینها نمیبینن که ان الله تعالی یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، هر آن چیزی که در آسمان و زمین برای الله تعالی داره سجده میکنه. و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب، آسمان ها و زمین، هر آن چیزی که در آسمان و زمین برای الله تعالی سجده میکنه. خورشید سجده میکنه، ماه سجده میکنه، ستارگان سجده میکنن، کوه‌ها سجده میکنن، درخت‌ها سجده میکنن، حیوانات سجده میکنن و کثیر من الناس، و بسیاری از انسان‌ها هم این کار میکنن. در سوره مبارکه اسراء الله تعالی میفرماد و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ چیزی در آسمان و زمین نیست مگر اینکه به تسبیح الله تعالی مشغوله، اما شما نمیفهمید چگونه تسبیح میکنه. ذره ذره عالم به تسبیح و تقدیس و سجده برای الله تعالی مشغولن. اما عده‌ای از انسان‌ها میان غیر الله تعالی را عبادت میکنن، به قبر غیر الله تعالی، به قبری که از بندگان الله تعالی است، به قبری که از مخلوقات الله تعالی است، قبری که در برابر الله متعال و عظمت الله متعال یک سنگه، صاحب اون هم یک انسانی است که از دنیا رفته، میرن اونها رو سجده میکنن. به جای اینکه الله تعالی رو سجده بکنن یک قبر رو سجده میکنن. در معنای دقیق ترش به جای سجده الله تعالی من دون الله رو سجده میکنن، در حالی که یک سنگ هم میفهمه که باید الله رو سجده کرد. خود همون سنگ قبری که اینها سجدهش میکنن اعلان بیزاری میکنه، اگر زبان داشت اینها رو نفرین میکرد. چرا که تمام کوه‌ها برای الله تعالی سجده میکنن، تمام آسمان و زمین سجده میکنن. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس، و بسیاری از مردم. اما اینها اون گروه بدبختی هستند که و کثیر حق علیه العذاب و کثیر حق علیه العذاب، و بسیاری محقق شده بر اون عذاب الله تعالی. اینها مشرکین، اینها همون کسانی هستند که حاضر نیستند برای الله تعالی به تنهایی سجده کنند. و من یهین الله فما له من مکرم، اون کسی که الله تعالی خوار کرده کسی نیست که دیگه اون رو بیاد و تکریمش بکنه. ان الله یفعل ما یشاء، الله تعالی هر کاری که بخواد انجام میده. در ادامه الله متعال به سرنوشت مشرکین و کفار اشاره میکنه که اینها هذان خصمان اختصموا فی ربهم، مشرکین و موحدین با هم جدال دارن و بحث دارن در بحث الله متعال و اثبات الله متعال. اما کسانی که کفر میکنن، شرک میکنن، برای اونها لباسهای از آتش است و بر سر اونها یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، آب جوش ریخته خواهد شد. یسهر به ما فی بطونهم والجلود، این آب جوشی که ریخته میشه تمام آنچه که در وجود اینهاست رو به جوش میاره و پوست اینها رو میسوزانه. و لهم مقامع من حدید، و گرزهای از آتش بر سر اینها زده میشه. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها و ذوقوا عذاب الحریق، هر وقت که میخوان از عذاب بیان بیرون تلاش میکنن که بیان بیرون، دوباره
انداخته میشن در اون و به اونها گفته میشه که بچشید عذاب سوزان رو. اما در مقابل موحدین ان الله یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار، الله تعالی داخل میکنه مؤمنان رو و کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن در بهشت که در اون باغ هاست و نهرها جاری است، یحلون فیها من اساور من ذهب و لؤلؤ، و اونجا از طلا و از لؤلؤ برای اونها جواهراتی داده میشه و مزین میشن با این جواهرات، و لباسهم فیها حریر، و لباس اونها از ابریشم خواهد بود، و هدوا الی الطیب من القول و هدوا الی صراط الحمید، و به سوی یک کلام بسیار خوب و به سوی یک راه بسیار نیکو اینها هدایت میشن و سرانجامشون در بهشت دستگاری و خوشبختی است. این وضعیت موحدین و مشرکین در تعامل با حج. یک عده کلا رد میکنن، یک عده حج میکنن با شرک و بوده و هست، و عده دیگری اینهایی که میرن و با شرک حج میکنن ادعای اسلام دارن، ادعای اسلام دارن. و گروه سوم گروه موحدین هستن که سرانجام هر دو گروه رو که موحدین و غیر موحدین باشن رو الله متعال در این آیات بیان کرد. اجازه بدید که آیات بعدی که شروع آیات خود حج هست و موضوع حج در سوره مبارکه حج رو تا اینجا مقدماتی است درباره اصل موضوع، و موضوع حج در آیات بعدی از آیه 25 به بعد شروع میشه و مطرح میشه که انشاءالله در برنامه بعد به صورت گذرا بر این آیات هم به همراه شما عزیزان نظری خواهیم انداخت. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم و تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.